اگه نزدیکم میای یه صدایی داری میشنوی صدا قلب منه از جا میکنه. من سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان و شنوندگان برنامه پاپاراتزی در رادیو کوچه. باز دوباره گفتین الان چرا میگه بینندگان؟ بابا جان ما این ویدیوهای پاپاراتزی رو الان 6-7 قسمت ساختیم، گذاشتیمش رو صفحه فیسبوک پاپاراتزی هست، میتونید برید مشاهده بکنید. این صفحه فیسبوک هم اگر نتونستید پیدا بکنید وارد صفحه پاپاراتزی در رادیو کوچه بشید، اونجا رو کلیک کنید و وارد صفحه بشید. اما یه نکته‌ای که به من عنوان کرده بودن بارها و بارها اعلام شده این هستش که ما چرا نمیگیم که آقا اگر با ما کاری دارید یا با ایمیل هایی که توی هر برنامه زده شده بیایید و با ما در تماس باشید، یا اینکه با contact@kuchemail.com با رادیو کوچه و در خصوص هر برنامه اگر نظری دارید در ارتباط باشید و بیان بکنید این نظراتتون رو. این تیکه آخر به خاطر زور رئیس رادیو کوچه بود، یعنی ما رو مجبور کردن که اگر این رو عنوان نکنید از برنامه خبری نیست و حق ساختن برنامه ندارید. چقدر دوست داره دلم باز بهت بگم خیلی دوست دارم، چقدر حال داری میدی باز داری میگی دلمو به تو دادم، چقدر دوست داره دلم باز بهت بگم خیلی دوست دارم. خب بریم سراغ برنامه‌مون و اعلام خبرهایی که تو این هفته ما جمع آوری کردیم. اما اولین خبری که به چشم ما خورد خبری بود در خصوص یک هنرپیشه و مانکن آلمانی ترک‌تبار به نام سیلا شاهین. حالا جریان از چه قرار بوده؟ عنوانی که برای این قسمت گذاشتن گفتن عکس سکسی میگیرم چون مجبور به اطاعت بودم. حالا چی شده؟ سیلا شاهین این هنرپیشه و مانکن آلمانی به خاطر چاپ عکس‌هایی در مجله پلی بوی که اون رو برهنه نشون میداد خشم خانواده خودش و برخی مسلمانان آلمان را برانگیخت. حالا چرا؟ رسانه‌های آلمانی روز جمعه با انعکاس واکنش برخی از مسلمانان این کشور نسبت به چاپ عکس‌های برهنه از سیلا نوشتن که عده‌ای از اون آدم‌ها وی رو فاحشه خوندن. روزنامه بریتانیایی سان در این باره آورده است که پدر و مادر سیلا پس از انتشار این عکس‌ها با وی قطع رابطه کردن. او چه خبر شده؟ سیلا 25 ساله پس از واکنش‌های تند خانواده و برخی مسلمانان آلمانی اقدام خود را در اعتراض به تربیت خشن خانواده‌اش در دوره کودکی عنوان کرد. بابا آدم مگه دوره کودکیش خشن بوده باید بره لخت بشه بره توی مجله پلی بوی؟ آخه وی که در یک خانواده مسلمان محافظه‌کار تربیت شده میگه من با این کار میخواستم این پیام رو برسونم که نمیتوان دختران را مجبور به اطاعت کرد. آها اونجا که گفته بود عکس سکسی میگیرم چون مجبور به اطاعت بودم به خاطر این بوده. خب حالا چرا رفتی عکس سکسی گرفتی؟ مثلا تحسن میکردی، مثلا اعتصاب غذا میکردی، چرا رفتی لخت شدی؟ بعضی اظهار نظرهای اینترنتی که از سوی پلیس آلمان به عنوان تهدید قلمداد شده و عنوان کرده که پیگیری خواهد کرد با عبارات نظیر فاحش مراقب خودت باش یا به سزای اعمالت خواهی رسید همراه بوده است. بابا بیا برو یه دوتا عکس هم با چادر بگیر بنداز تو مجله زن روز ایران ردیف میشه، اوکیه. من میگم پاشم یه چند نفر امضا کنن حل بشه بره قضیه رو. تو برای چی لخت شدی آخه دیوانه؟ آخه آدم میخواد اعتراض بکنه آقا اعتراض بکنه که به کسی بر نخوره. آخه بابا این چه وضع اعتراض کردنه؟ بابا وضعیت اعتراض رو برو از یه سری دیگه یاد بگیر. اما همونطور که میدونید تو هفته‌ای که گذشته بود یک مراسم عروسی برگزار شد، بسیار ساده بسیار ساده. اصلا مدیونی فکر کنید که مجلل بوده، مدیونی فکر کنید که اصلا هزینه‌ای شده بود برای این عروسی. فکر کنم کلا 200-300 تومان هزینه شد، یعنی اصلا رقمی نبود، اصلا رقم مهمونی نبود. آخه کلا 650 نفر آدم دعوت کرده بودن، تقریبا 2 میلیارد پای تلویزیوناشون همونجوری الاف نشسته بودن این عروسیه رو نگاه می‌کردن. خانوم‌ها به خصوص این برنامه رو دیدن، این عروسی رو دیدن، چه سرهایی از شوهران بریده شد سر همین مراسم. بابا خانم محترم، آخه خانم عزیز، شما اول ببین اون شوهرش کی بوده. آخه یک کارمند ساده یلا قبا که ته جیبش بعضی از حشرات دارن جفتک 4 گوش میندازن و اونجا نشستن دارن تیله بازی میکنن که آدم انتظار حلقه ازدواج اونجوری نداره که. یا چرا مثلا لباس عروسش از فلان شرکت بوده اینا که بابا اون شوهرش اون نوه ملکه الیزابت بوده. حالا شما چرا سر این بابا رو میبری؟ آخه شب شام درست نمی کنی که چه دلیلی داره؟ آخه این بنده خدا بابا صبح تا شب داره مثل
کار میکنه که بتونه یک لقمه نون حلال واقعا برای خانواده ایجاد بکنه. نکنید از این کارا. شما یک کارایی میکنید که واقعا این اذیت کننده است. این شوهر بدبخت داره به صورت کار میکنه که بتونه جوابگوی خانواده باشه. اون عروسی نوه ملکه انگلیس بود. یعنی من اینه که هی دارم تاکید میکنم که یعنی که خانم های محترم، عروسی نوه ملکه الیزابت ملکه انگلستان بود. یعنی مادرش ملکه بوده. شما مادر شوهرت رو ببین. اگر البته مادر شوهرها که خب بله ملکه هستن. ملکه منظورتون چیز دیگه؟ آره ملکه جهنم. وای چه دل پری دارن این عروسا. خب میریم سراغ این که اصلا توی این مراسم چه خبر شد. خود مراسم که کلی حرف و حدیث داشت که هیچ، اما حاشیه هایی که توی این مراسم به وجود اومده بود جالب بود. من به چند تا از این حاشیه‌ها توجه کردم و دیدم که جالبه برای شما بخونم. توی مراسم عروسی پرنس ویلیام نوه ملکه الیزابت و کیت میدلتون. ببین نوه ملکه رو من هی میگم که اون خانمایی که آره شوهرشون هنوز زندن جای امیدواری بمونه. در کاخ بوکینگهام و کلیسا اتفاقات زیبایی رخ داده است. اولین نکته قرار گرفتن مدال دیوید بکام در مراسم بود که به جای اینکه در سمت چپ کدش نصب بشه در سمت راستش قرار گرفته بود. هیچ کس هم به این موضوع توجه نکرد. خب بابا این از اون موقعی که رفته آمریکا اصلا کلا ول شده. یعنی دیگه از اون حالت انگلیسی مرتب و شیک خودش خارج شده. مخصوصا که دیگه اومده با این دختره امریکایی اسپایس گرلز میپره دیگه اصلا کلا دیگه تعطیل شده. یعنی به فنا رفته. و خیلی جالبه که هیچ کس هم به این نکته توجه نکرده بود. علت اینکه توجه نکردن فکر کنم که اصلا آدم حسابش نکرده بود. میگم چون رفته بود آمریکا ول شده دیگه کلا کسی باهاش کار نداره. و همچنین لباس همسرش ویکتوریا آدامز به عنوان زشت‌ترین لباس این مراسم لقب گرفت. آخه اون چی بود تو تنت کرده بودی؟ اون گونی که تنت کرده بودی چی بود؟ الان منظورت از اون گونیه چی بود دقیقاً؟ اون چه لباسی آخه تو تنت کردی؟ حتما باید یه جا آبروریزی بکنن این آمریکایی‌ها توی مراسم انگلیسی‌ها. اون چی بود؟ تو شلوار جین پات می‌کردی خیلی اون شیک‌تر بود. اون چی اقدامت کردی؟ اما نکته بعدی که من گذاشتم آخرش بخونم، البته یه خبر دیگه هم هست، بذارید اینو اول بگم بعد اون نکته قشنگه رو بگم. ایلومینیوم نام عطری هم بوده که کیت میدلتون در روز عروسیش ازش استفاده کرده بود. خانم‌ها این ایلومینیوم یکی از عطرهای گرونه و خواهش میکنم با همسرانتون مهربون تر باشید. این عطر گرونه. این عطر رو عروس ملکه زده. عروس ملکه. ببین من دارم این تاکید میکنم که مراقب همسرانتون باشید، مهربون تر. اما اون نکته قشنگه، یک نفری که کار بسیار حرفه‌ای داشته در مورد لبخانی، یعنی از کیلومترها فاصله میتونسته لبخونی بکنه، توی مراسم شرکت کرده بوده و چه لبی خونده بوده، کجای قصه هم خونده بوده. در خصوص لبخانی پرنس ویلیام بود که در کلیسا به پدرزنش گفت قرار نبود مراسم اینقدر مجلل باشه، ما گفتیم میخواستیم یک مراسم کوچیک خانوادگی برگزار بشه. اما نکته اینجاست که آقای پرنس ویلیام حواست باشه، پدرزن آدم حکم پادشاه رو داره، یعنی حتی اگر مقام و منصبی نداشته باشه کلا پادشاست. چرا؟ چون دخترش زن شماست. حواست باشه فتیلت رو 3 سوت میکشن پایین. میخوای پسر ملکه باشی، میخوای پادشاه باشی، میخوای خود ملکه باشی، یعنی هیچ فرقی نمیکنه. آقای پرنس ویلیام حواست به خودت و شلوار پات باشه. حتما این نکته رو مورد نظرت داشته باش. بعد حالا اگر هم این جمله رو به شوخی گفته باشه، خونوادگی بگیریم، نوه الیزابت داره ازدواج میکنه، خونوادگی بگیریم، یعنی ما نبینیم که تو چه غلطی داری میکنی تو اون برنامه‌ت. نکن. حواست باشه این جمله ها رو که میگیم بعداً به عنوان مدرک توی دادگاه بر علیهت استفاده میشه و از با پتک میکوبن تو سرت. خب از عروسی الیزابت و از عروسی نوه الیزابت بیایم بیرون. الیزابت دیگه کسی نمیگردش که. یک خبر دارم برای اونهایی که طرفدار خواهر آنجلینا هستن.
من واقعا عذرخواهی میکنم، من شرمنده. البته اینجور روابط دیگه کاملا جا افتاده است، حالا بعضیا خیلی بزرگش کردن. در این هفته مجله هفتگی این تاچ از برخی اسرار آنجلینا جولی پرده برداشته و وی را متهم به خیانت به براد پیت کرده است. ها الان فکر کردید که منظور مثلا اینه که جانی دپ کار؟ نه خیلی وقیح‌تر از این حرف هست. نه بابا، جانی دپ کجا بود؟ اصلا مرد نیست. نکته ظریف تو این قضیه اینه که این مجله عنوان کرد آنجلینا جولی با یک زن ارتباط داشته و مثل همیشه که باید یک دوست دختر تو زندگیش باشه، باز هم با یک دختر آشنا شده. نکته این که عنوان کرده باز هم مثل همیشه باید یک دوست دختر توی زندگیش باشه، این قصهش سر دراز داره. این بچه اصلا از عنفوان جوانی سیستمش این شکلی بوده. اما این مجله داستان رو به اینجا ختم نکرده، بلکه فراتر رفته و مدعی شده است که جولی با این دختر رابطه سکسی داشته و این در زمانی اتفاق افتاده که نسبت به براد پیت چندی است که تمایلی نشان نمیدهد. آخه خواهر آنجلینا، بابا یه حالی هم به این بنده خدا حال چرا منحرف فکر میکنی؟ حال منظورم اینه که یکم محبت کن بهش، یکم عاطفه بورز. حالا خواستید توی اتاق خصوصیتون برید این محبت رو ابراز بکنید، ولی یکم این بنده خدا رو هم ببین. حالا اصلا ممکنه که یه وقت براد پیت هم تمایلی به این نداشته باشه، یعنی براد پیت هم باید بریم ببینیم که نه دوست دختر، نه منظورم اینه که یه وقتی ممکنه براد پیت هم دوست پسر چیزی داشته. نداره براد پیت دوست پسر نداره؟ گفتم کار یه وقتی میبینی اصلا این دوتا با هم ازدواج کردن، اصلا بحث ازدواج نبوده، اصلا بحث چیز دیگه بوده. بعد حالا خیلی وارد قضایا نمیشه. در صورتی که آنجلینا جولی همیشه به عنوان یکی از سکسی ترین بازیگران هالیوود به شمار میره. این جمله رو هم در انتها اون مجله این تاچ اضافه کرده بود و گفته بوده که آنجلینا جولی همیشه به عنوان یکی از سکسی ترین بازیگران هالیوود به شمار میره. این جمله رو عنوان کرد به خاطر اینکه بگه که آنجلینا جولی مشکل نداره، یعنی توپ الان انداخته تو زمین براد پیت. آی براد پیت، جای دفاع برای شما آزاده. یه تیتر زیبای دیگر رو من دیدم و واقعا لذت بردم، اونم این بود که سکس با خشونت هم بد نیست. اما جریان این چی بوده؟ اوکسانا گریگوریوا، دوست دختر سابق مل گیبسون، در آخرین دادگاه که به دلیل استفاده از خشونت در زمان سکس با مل از اون شکایت کرده بود، از شکایتش صرف نظر کرد اما پرونده بسته نشده. خیلی تیزه خوشم میاد. یعنی 3 بار اینو کشون دادگاه، پوستشو کند، آخرم گفته که من فعلا صرف نظر میکنم اما پرونده رو نبندی. یعنی هر وقت خواست فیتیله مل گیبسون دست اوکساناست، میکشه پایین میکشه بالا. فیتیله رو میگم بی تربیت. در کمال شگفتی وکیل اوکسانا در آخرین دادگاه اعلام کرد که اوکسانا شکایتش رو که در چند ماه اخیر در دادگاه آمریکا به دلیل استفاده از خشونت در زمان سکس توسط مل گیبسون در جریان بود به ناگاه در این هفته متوقف و این مشکل بدون حل شدن باقی موند. برای سر در آوردن از قصه کامل این دادگاه برید وارد صفحه پاپاراتزی در رادیو کوچه بشید. اونجا رو که کلیک کنید توی برنامه‌های قبلتر میتونید اخبارش رو دنبال بکنید. قضیه خیلی دور و دراز هستش ولی فعلا که خانم اوکسانا بی خیال پرونده شد. خب من یکم میخوام خبر بدم در رابطه با کوچولوها. چند تا خبر راجع به چند تا کوچولو میخوایم بگیم. بابا کوچولوها که دیگه پاپاراتزی مثلا عکس سکسی از بچه، اون بچه که به دنیا میاد که اصلا کلا باید سکسی باشه، یعنی کلا باید لخت باشه که آدم یه قربون صدقش بره. اما 2 تا خبر داریم راجع به بچه‌ها. یکیش دوقلوهای ماریا کری ان که عنوان کردن دوقلوهای ماریا کری. خوش آمدید. دوقلوهای ماریا کری در 30 آوریل به دنیا اومدن. اسمشون هم موراکن و مونرو. دوقلوهای ماریا کری خواننده آمریکایی و نیک کنن بازیگر و رئیس یک تلویزیون در آمریکا به دنیا اومدن. این دوقلوها هنوز عکسی ازشون منتشر نشده ولی میگن بامزه. ما هم تبریک میگیم. با تو من به تو دل بستم، عاشق شدم و به تو وابستم. حق با تو من بی تو دلگیرم، با یاد تو آروم میگیرم. همون
یه حرکت خیلی زیبایی که تو این هفته، البته فکر می‌کنم اواخر هفته گذشته بود، رخ داد و میتونم بگم خیلی ها رو به سمت خودش جذب کرد، این بود که امضای قرارداد یک باشگاه هلندی با یک کودک 1 ساله، البته 1 سال خورده ایشه ولی قرارداد باهاش بستن. این بابت چی بوده؟ این باشگاه اعلام کرد پس از دیدن حرکت‌های زیبای یک کودک 1 ساله در یوتیوب با وی قرارداد 10 ساله امضا کرد. وای میدیدید این فیلم یوتیوبشو، من فیلمش رو توی سایت میذارم، حتما برید نگاه بکنید. این پسر بچه رو وقتی شوت میکنه من حس میکنم که دیوید بکام یک بار دیگه کودک شده و به همون دقت داره شوت میکنه. چقدر هم زیبا این ضربات رو میزنه و خیلی جالب. این باشگاه هلندی گفته که چون این دقت داره و خوبم بازی میکنه پس بیاد این قرارداد 10 ساله ببندید. احتمالاً از چند وقت دیگه هم تمرینات شروع میشه. انقدر ناز این بچه، انقدر ناز، این شوت که میزنه من لذت میبرم. از فکر نبود تو میترسم، حق با تو پس نرو از بیشم، هرچی تو بخوای منمون میشم. اما در انتهای برنامه پاپاراتزی میریم 2 تا خبر رو در رابطه با سلبریتی های ایرانی بخونیم. اولیش کامبیز دیرباز، بازیگر و فرشاد خالقی، مدیر تصویربرداری سریالی با موضوع جنگ ایران عراق به نام نابرده رنج به کارگردانی علیرضا بزرافشان روز جمعه 9 اردیبهشت هنگام تصویربرداری بخش‌های انفجار این سریال دچار سانحه شده و به بیمارستان پارس منتقل شدند. دیرباز پس از مداوا از بیمارستان مرخص شد، اما فرشاد خالقی به دلیل اصابت ترکش و شدت جراحات همچنان در بیمارستان بستری است. 20 سال دارید راجع به جنگ فیلم میسازید و سریال میسازید، هنوز سانحه داره. خب بابا یه چیزی استفاده کنید، نزنید بچه مردم میتره که منفجر میشه میره هواها، بعدم میشه جریان کی بود من نبودم ها. بعدم میگن که آقا این موادش قدیمی بوده خراب بوده، خب بالاخره موادم خراب بوده پس در نتیجه مقصر نداره این پرونده هم تقی میبنده. ما امیدواریم که این 2 تا هنرمندمون خیلی زودتر بهبود حاصل بکنه. و آخرین خبر ما در رابطه با قوی ترین مرد ایران، زورش به یک جوان رسید. من واقعا پیش از اینکه این خبر رو بخونم یه تأسف داره واقعا برای بعضیه که این گول هیکلشون رو میخورن و این کارهای زشت رو انجام میدن. نکن دیگه آخه، تو با اون هیکلت خجالت نمیکشی آخه. رضا قرایی قوی ترین مرد ایران در نزاع خیابانی 1 نفر رو به ضرب چاقو کشت. این البته تیتری بوده که توی رسانه‌های ایرانی عنوان کردن، چاقو رو منظورمه، ولی بعدن گندش در اومده که شمشیر داشته، یعنی با شمشیر این حرکت‌ها رو انجام داده. وی یکی از قوی‌ترین مردان ایران که چهره شناخته شده‌ای در مسابقات چند سال اخیر در ایران و جهان به شمار میره، چند روز پیش در نزاع خیابانی در یه منطقه در تهران به نام جنت آباد در کنار باشگاه بدنسازی در یک درگیری 1 نفر رو به ضرب چاقو به قتل رساند که البته میگم شمشیر بوده و انگشتان دست یک فرد دیگر رو قطع کرد. این کارتو می‌کنی آخه مرد حسابی، تو با اون هیکلت. حالا دعوا آخه سر چی بوده؟ دعوا بر سر یک اختلاف مالی بوده که به چاقوکشی منجر شده که در این نزاع فردی با ضربات ورزشکار معروف مجروح شده که به بیمارستان در غرب تهران منتقل، اما تلاش پزشکان برای نجات وی بی‌ثمر میماند و این جوان بر اثر شدت جراحات وارده به سر جان خودش رو از دست میده. تو با شمشیر میزنی تو سر مردم آخه، مرد حسابی. اینجا اونجاست که اون لفظ غول بیابونی رو برای شماها باید استفاده کرد. اینجاست شخصیت نداری، باید همینجوری به توهین بشه. آدم به خاطر پول اینجوری میزنه ملت رو میکشه آخه. الان فرق تو با بن لادنی که این هفته ترکوندنش چی بود؟ اوسیر هم که شنیدین ترکوندنش. انقدر من لذت بردم. ولی خیلی جالبه که آمریکا جرئت نکرده هنوز عکس کشته شده اوسی رو نشون بده. به چه دلیل نمیدونیم، گفتن خیلی فجیح بوده قیافش و اون عکسی هم که قبلا نشون داده شده بود، حالا خبرگزاری CNN هم عنوان کرده بود که این اولین عکس منتشر شده توسط کاخ سفید هستش، ولی فیک بوده اون عکس، یعنی تقلبی بوده، واقعی نبوده، فتوشاپی بوده. باز هم خدا پدر مادر فتوشاپ کارها رو بیامرزه و دست مریضات داره با این کارهایی که انجام میدن، فقط باید کمی ظریف‌تر باشه. آقای قرایی نکن از این کارا. اومدی بیرون، اگر اومدی بیرون از این مخمسه آدم باش. به بقیه هم همین توصیه رو بکن. هیکلت گنده است، مغزتونم بزرگ کنید.
خب به پایان برنامه پاپاراتزی رسیدیم. ببخشید از اینکه خیلی طولانی شد این برنامه، چون خبرها زیاد بود، همه هم فکر کردم که مهمه و باید مطلع بکنم مخاطبان برنامه پاپاراتزی رو در رادیو کوچه، برای همین مجبور شدم که همه رو بخونم. با ما در تماس باشید با behnam@kuchemail.com و contact@kuchemail.com و برنامه‌های ما رو در سایت رادیو کوچه radiokuche.com مشاهده بکنید و لذت ببرید. روز خوب و خوشی داشته باشید. یه دیوونه مونده اینجا که بهونتو میگیره، یه دیوونه که اگه یه روز نبینت میمیره، یه کسی مونده هنوزم تو همین گوشه کنارا که واسش وقتی